فیلمی که من ساختم طلا و مس هست که بازتابی از شرایط جامعه‌مونه. در راستای همین چل و پل کردن هفتگی آیات اعزام توسط ملت غیورمون، من تصمیم گرفتم یک تصویر واقع گرایانه از زندگی یک طلبه ولایت مدار رو به تصویر بکشم. شروع فیلم معرفی طلبه است که سکانس بسیار بسیار نفسگیری. حاسد رضا خادم نیشابوری. الحمدلله همه درس‌ها هم خوب خوندید. بله دیگه، به هر حال طلبه مطیع امر ولایت. بله، چه سعادتی. اینطور که پیداست منظومه رو هم خدمت حاج آقا سعادت خوندید. بله؟ والا بله. ولی خب با منظومه که به جایی نرسیدیم. حالا اومدیم تو این حوزه کتاب کشف الاسرار امامو بخونیم، شاید یه نونی توش باشه. احسنت. تکبند پسبند. یکی از بهتانهای ناروایی که به طلبه‌های منورالفکر ولایی نسبت داده میشه اینه که با جامعه نسوان و بانوان ضدیت دارن که بنده در نهایت تونستم بالا بلندترین نقطه روحانیت رو یعنی همون عمامشون رو با دست خانم والده بپیچم. مامان بریم اینجا. کجا مامان؟ شهربازی، همه اسباب بازیه. دست شما در. بله، من واقعا برای این سکانس که پخش شد 1 سال آزگار کار کردم تا ببینم چطور میتونم پیوند روحانیت و نسوانیت رو در یک المان تصویری بدون هیچ دیالوگی به تصویر بکشم. الان خود فمینیستا صداشون در اومده که شما اونور یه خورده اونورتر ما فرود اومدیم. شرمنده جد بزرگوارتم. اگر اون عمامه رو از سرت برداری شاید یه مشتری به پست ما بخور. ای خدا، بعد 30 سال نون خوردن از این عمامه به خاطر 2000 کاسبی ببین کارمون به کجا رسیده که باید عمامه رو از سرمون برداریم. شما چرا با این همه کمالاتتون؟ کسب روزی حلال نقدن عین جهاده. مکاسب شیخ انصاری که انشالله مطالعه کردیم. والا حقیقتش من تو اون قسمتش رد شده، اما مکاسب شیخ مکارم شیرازی رو خوندم که توش میفرماید کسب روزی حرام نقدن عین ولایت. نقدن صحیح فرمودی. راست گفتین ها، تا ما عمامه رو برداشتیم مشتری پیدا شد. الحمدلله روزی ما هم رسید. حاج آقا شما هم بار زدن، ببین اگه این وقت حمله چیزی کردن بگین ما اینجا لاستیک زاپاسیم. شما این سکانس ملودرام رو بذارید کنار سکانس مرگ جلسومینا رحمت الله تو جاده فیلینی. کی میگه آخونده پشت الگانس میشینن؟ با پشت وانت بارشون میزنن، اصلا بار ملتن. حالا شما همین برخورد بدحجابا رو باهاشون ببینید. شما شغلت چیه؟ کی؟ من؟ والا کارگاه در و پنجره سازی دارم، تخصصم تو 2 دره کردن ملته. آخوندی؟ نه خیر، عرض کردم که کارگاه در و پنجره سازی دارم، رشته ورزشی من موج سواری و چسبازیه. خب فرقش چیه؟ بالاخره آخوند میشی دیگه. نه خیر، دارم میزنم برای ولی فقیهی. توجه بفرمایید. رسانه‌های استکباری سعی میکنن اینطور جا بندازن که آخوندهای نظام یه مش تنپرور مفخورن. من برای اینکه این ذهنیت رو بشکنم مجبور شدم از این سینمای رئالیستی بکشم تو فیلم‌های تخیلی. عاطفه خانم مشق نداری نشستی پای تلویزیون؟ آدمی را 4 نفس است و هر یک را مرتبه. نفس نامی نباتی، نفس حسی حیوانی آبیش. خب شلوار اندلی رو در بیاریم. حساب کنه با اجازه. ماست بخوری آقا سید، کل نظامو گند گرفته، بعد شما اینجا نشستی داری کونه بچه خودتو میشوری. آقا مگه نمیدونی که حفظ نظام از اوجب واجباته؟ فعلا ما تو واجبش هم موندیم. همه رو برق میگیره، ما رو مامان ادیسون. پاشو بابا، پاشو بریم مجلس خبرگان، جلسه داره، بریم مجلس. خب ببین گوگل بابا چه تمیزی شده. سبیه محترمه، شما هم تشریف بریم مشقاتون رو بنویسید. نوشتن تموم شد.
سبیه ببین کلید پمپ این بچه کجاست؟ پسر ضد بره ارتفاقی ببین دشمن تا کجا نفوذ کرده. نخنده. تو چرا میخندی؟ درد روحانیت که یکی دوتا نیست. این فقط یه ته استکان از تهاجم فرهنگی بود. من تو این فیلم باید نشون میدادم که فواره تهاجم فرهنگی در منزل روحانیت بابا یه راهکار ولایی هم داره. بچه چرا اینقدر نقنق میکنی تو؟ سبیه مکرمه تشریف بیار ببین آقداشتون چی میگه آخه؟ ناناینای میخواد. چی؟ ناناینای؟ جزء شرعیات الفرعیات الفقه؟ روزایی که شما نبودی بعضی وقتا به مامان زهرا پردر میکشید به اون ناناینای میکرد. دل غافل اگر منزل ناناینای میکرده حتما بنده باید وارد مبحث نیناشناش بشم دیگه، درسته؟ چیه مگه خیلی هم خوبه. پس بابایی یه لطفی بکن برو اون سیدی ستت و سامنه اخوان العاریان همون 6 و 8 رو بعد بیار بذاریم پرده رو بکش که آسیه میخواد بره رو فضا. نفسی که عطر تو داره اون دلی که برات بیقراره آقا چشمی که چشم انتظاره مگه میشه بی تو نگیره بخونه وقتی که با منی گرچه میدونم نمیشه همیشه با تو بمونم همه وجودم و نفسم و جونم پر میشه از تو و شعرهای عاشقونه. بله پرده راهکار ولایی همه جور فسق و فجور. حاج آقا این لباس خیلی بهتون میاد. لباسم؟ بله خب جدیده از بورده های جدیدی که مجلس خبرگان سر حجاب برتر داده برش داشتم. البته مدل های جدیدش هم هست، یقه انگلیسی، اپولدار، عمام مصری، ریش کپ. چرا همیشه نمیپوشین؟ بعضی وقتا به درد میخوره. بله بعضی وقتا به درد میخوره، بعضی موقع هم درد آدمو در میاره. همین 2 قدمی که تا اینجا با همین لباس اومدم شما توجه بفرمایید که چه بلایی سر ما آوردن. طلا و مس برنامه امشب سینماهای تهران، فیلمی از حوزه هفتم.